دیگه نمیزاد مادرای ما. دنیا به خودش نمیبینه مادرای ما. مادر من هیچ وقت یک کرم به دستش نزد، هیچ وقت ندونست دستکش آشپزخونه چیه، مورنگ کردن کدومه، نمیدونم لباس مهمونی با لباس تو خونه چه تفاوتی داره. من وقتی به این فکر میکنم که توی سرمای زمستون توی تشت با آب سرد چنگ به لباسای ما میزد، چون اگر که اون موقع صبح نون پختن و لباس شستن اتفاق نمیافتاد، آفتاب حیات از دست میدادیم. از خواب بیدار میشدم میگم مادرم الان که تازه آفتاب زده آرد آورده، خمیر رو درست کرده و یه نون اینقدر پخته و دستش پر جاهای سوخته ای که این چوب سوخته تنور خورده بهش. این همه زحمت، این همه استقامت و تازه یه غذایی درست میکرد میزش جلو ما، از ما عذرخواهی میکرد. چجوری میشه قدر این مادر دونست؟ چجوری میشه عاشق این مادر تا دنیاست براش